زهر قاطی خونش شده. میگم موضوعش وخیمه. عالیه. انشاءالله از جایی که خوابیده بلند شدن نصیبش نشه. سلطانم، شما اینطوری میگید ولی زندگی پادشاهو نجات داد. خب چه انتظاری داری؟ چون این کارو کرده فراموش کنم پادشاهو از من گرفته؟ ابداً نمیشه. تنها آرزوم اینه که تا ابد ازش خلاص شم. حکیما مداخله کردن، شایدم خوب بشه، معلوم نیست. راست میگی، معلوم نمیشه. حالا که چیزی نمونده که ازش خلاص بشم، این کارو به شانس نمیسپرم. در مورد اون یارو اطلاعاتی تونستی به دست بیاری؟ همونقدر که ما احمد و محمد داریم اونا هم یورگو دارن. انگار تو انبار کاه دنبال سوزن بگردی. لعنتی. از هر کی پرسیدم یورگو یا شناخت یا خودشو زد به اون راه. نمیتونم از اون همه جماعت سوال کنم و بازخواستشون کنم. دیگه باید چی کار میکردم؟ پشت این سوء قصد به نظر من سفیر دیمیتری سلطانم. از شخصیت مرموز و روابط عجیب غریبش مشخصه. در موردش تحقیقاتی انجام داده بودم وقتی تازه سفیر شده بود. معلوم نیست این آدم برای کیا کار میکنه. چطور مگه؟ شک دارم از اینکه به روسیه قلباً وفادار باشه. نمیدونم واسه کیا کار میکنه. به نظرم پشتش یه آدم پرنفوذ هست. راست میگی؟ احتمالش خیلی زیاده این سوء قصد کار اون باشه. یعنی چری بدون اجازه ما کاری نمیکنه. تا جایی که میدونم محمود دشمن دیگه‌ای هم نداره. ولی یه موضوعی ذهنمو درگیر کرده. سفیر دیمیتری اگه تو این سوء قصد موفق میشد کیو به تخت مینشوند؟ البته که شما رو سلطان خودش اینو چندین بار به شما گفته. خب پس اگه با کمک اون به تخت مینشستم از کی باید تشکر میکردم؟ از سفیر دیمیتری. دقیقاً همینطوره. از اون و همه کسایی که طرفدار و پشت اونن. اگه من به تخت نشستم نه دوست دارم بدهکار کسی باشم نه منت کسی رو سرم باشه. من آدم کسی نیستم. سفیر دیمیتری باید بدون اینجا کی دستور میده آقا خلید. البته سلطان شک نکنید هر کاری که لازم باشه انجام میدم. وقتی تو توی این اتاق اینجوری میخوابی این سکوت آدمو میکشه. کاش الان داشتیم درس کار میکردیم. تو همینجوری برام حرف میزدی بازم مثل همیشه حرسمو در میآوردی. منم که نمیتونستم ازت عصبانی بشم. اگه میدونستم اینجوری ساکت میشی هیچ وقت ساکتت نمیکردم. تا صبح میشستم و به حرفات گوش میکردم. تو اینجا خوابیدی نفست میاد و میره ولی انگار نیستی. کجایی آنا؟ ماما سرورم بگو ظاهر. نامیک پاشا اجازه ورود میخواد. خوبه بفرستش اتاق کارم.
سرورم. تعریف کن نامیک. گوش میکنم. متاسفانه خبرهای خیلی خوبی نیست سرورم. تحقیقاتمون به جایی نرسید. هیچکی نبود که یورگو رو بشناسه. این حرف یعنی چی نامیک؟ این آدم هیچ اطلاعات دیگه ای نداره؟ یه نشونی، زخمی رو بدنش؟ همه جاشو خوب بررسی کردی؟ راستش روی کمرش یه جای چاقو است، ولی چون جایی نبود که همه بتونن ببینن از مردم نپرسیدیم. یکم فکر کن نامیک. یه آدم جای محرمانشو جلوی کی باز میکنه؟ اونم تیپ هایی مثل این آدم کجا میرفته؟ سرورم، تحقیقات رو در این باره ادامه خواهیم داد. بازم قهرمان شدی معلم. همه دارن از تو تعریف میکنن. همه یه قصر دارن میگن چه زن فداکاری هستی. ولی این دفعه نجات پیدا نمی کنی. خیره هوشیار. خواستم معلم رو ملاقات کنم سرورم. خبر تازه رو شنیدم. خیلی ناراحت شدم. میدونین زیاد با معلم میونمون خوب نبود، ولی فداکاری که کرد خیلی دلمو به درد آورد و الان نگرانشم. میدونم فداکاری کردن اصلا کار ساده ای نیست. هر کسی نمیتونه این کار رو انجام بده. اوضاعش چطوره سرورم؟ حالش خوب میشه؟ انشالله که خوب میشه. دوباره به زودی میاد بین ما. محمود، اینجام پیشتم. تو رو ولت که نمی کنم. لطفا تحمل کن. به خاطر من تحمل کن. سلطانم، تونستین ببینی اوضاع معلم چطور بود؟ دیدم مثل جنازه اونجا خوابیده. سلطانم، نکنه شما میخواستم بکشم گلزار، ولی لحظه آخر پادشاه اومد تو. حالا جز این که بشینیم و دعا کنیم با عجلش بمیره چاره‌ای ندارم. اینجوری نگام نکن گلزار. اگه میدیدی پادشاه چطور با عشق نگاهش میکرد، اگه میتونستم همونجا خفش میکردم. شب خوش آقا خلیل. همچنین. برای ملاقات جای خیلی عجیبی رو انتخاب کردیم. تو این قبر میدونین کی خوابیده؟
نخیر؟ سفیر قدیمی فرانسه. به خاطر اینکه تو کارایی که فراتر از حدش بود دخالت کرده بود، زودتر از موعد رفت توی قبر. خدا رحمتش کنه. از این داستان باید چیزی رو متوجه بشم، اینطور نیست؟ درسته؟ شعور و هوش بالاتون قابل تقدیره. آقا خالد، این که به من تذکر میدین خیلی خوبه، ولی حافظتون خیلی ضعیف. همین چند وقت پیش اگه تو موضوع دخالت نمی کردم الان حتی قبرم نداشتیم. بنابراین به من لطف دارین که نفس میکشه. چه زود یادتون رفت آقا. گذشته رو فراموش نکنید. من یادم نرفته، ولی اینطور که پیداست شما جایگاهتون رو فراموش کردید. شما یه سفیر هستی. بدون اطلاع اسما سلطان هر خود حرکت نکنید. یادتون نره سلطان اسما به شما نیازی نداره، ولی شما به اون نیازمندید. در ضمن شک دارم از اینکه روسیه خبر داشته باشه که شما کی هستین و چی کار دارید میکنید. فعلا بررسی نمیکنم، ولی اگه بخوام تحقیق کنم مو رو از ماس میکشم. اوه پاشا، این چه وضعیه؟ خیلی قصه دار به نظر میرسی. اگه میخوای بریم بالا یکم حالت بهتر شه. بشین اینجا یه سوالایی ازت دارم. من از حرف زدن پول در نمیارم پاشا. خوش بگذره بهت. خیلی خوب پاشا، هر جور دوست داری. دنبال یکی هم به اسم یارو. اینی که میگردی دنبالش همه جا پره. بگیر همه رو ببر. رو کمرش از بالا تا پایین یه زخمه، موهاش بور سیبیلم داره. همچین آدمی به نظر داشتن نمیاد. پس تو کمرش زخم داره ها؟ اینم تو گردنش بود. این گردن من پشتش اسم تو رو نوشته. تو یارگو دیوونه رو میگی؟ تو چی کار داری با اون؟ یه آدم عوضی چی کارا که نکرد با ما؟ ایشالله مرده رفته زیر خاک. یارگو دیوونه. نگران نباش، مرده. مرده؟ آره، ولی باید به اون بگی که اون کجا زندگی میکرد. من الان یادم نمیاد کجا میخوابید، کجا زندگی میکرد. ولی یارگو دیوونه بین گداها زندگی میکرد. اونجا بزرگ شده بود. از اونا باید پرسید به نظرم. برو سراغ اونا. آقا اجازه هست؟ صدای ما رو نمیشنوه، خدا میشنوه. خدایا اونو به ما برگردون. آره خدایا لطفاً. بگو ببینم نامیک پاشا، خبر تازه‌ای هم هست؟ به لطف شما هست سرورم. دیشب از یه کافه رومی تحقیق کردن. بهش یارگو دیوونه میگن. کسی خوشش نمیاد. چی کاره بوده؟ کی بوده؟ کجا زندگی میکرده؟ کسی نمیدونه خیلی، ولی میگن بین گده ها زندگی میکرده. به هر حال از اونجا میتونیم یه اطلاعاتی به دست بیاریم. موسا؟ بفرمایید سرورم. تو میدونی این گده ها کجا جمع میشن؟ برید درست حسابی تحقیق کنید. هر طور شده جای اون خائن رو پیدا کن. چشم سرورم. به تعداد کافی هم محافظ با خودتون ببرید. ممنون سرورم.
ولی تنها برم بهتره. من تیر خوردم. بازم تو این اتاق موندم. دیگه عادت کردم. باید یکم غذا پیدا کنم. اونم تو اتاق پادشاه. هیچی هم که پیدا نمیشه. خبری هست؟ نه، یعنی حالش چطوره؟ خدا میدونه. خدای من، زن به اون جوونی مرد. بیدار شدی؟ چه خبره؟ آنا چطوره؟ ها بیدار شد؟ چی شده؟ زود به باش هوش اومد بگو دیگه. بالاخره. خوب میشه، امیدی به زنده بودنش هست. زنده میمونه؟ متاسفانه مرد. همین دیگه، اون نیست. یعنی چی؟ خب یعنی این که جسدشم پر زده رفته. چی داری میگی جفری کالفا؟ همون جوری که خوابش برده بود فرشته ها اومدن و بردن. اومدم آقا قاسم. خیلی حیف شد. آره واقعا. خانوما صبح بخیر. صبحونه خوردی؟ وای اینقدر گشنمه که انگار روح داره از بدنم میره بیرون. درست دارم میبینم. آقای خودش نیست. از روح پیدا شده. خدای خانوما بریم. چی شده؟ چی شده؟ ای بابا، مگه تو قصد روح هست؟ وای نه بابا، دیگه چی؟ بذار اوستا سیف الدین، بذار. پستم زیاد بذار. امروز من دوباره به دنیا اومدم. بالاخره خوردن حلوای آنا نصیبم شد. وای چه بوی خوبی میاد. باورتون نمیشه چقدر گشنمه. اوستا یکم غذا به من میدی؟ با بوی حلوا روحش ظاهر شد. برو از اینجا. حالا نهایتش یه بشقاب میخوای بدی دیگه. چه خبره دیگ به این بزرگی؟ ای بابا چه آدمای خسیسی هستی. یه بشقاب بده دیگه. مردم از گشنگی. خدای من، تو به خدایا، به خدا توبه میکنم دیگه بدی نکنم. خودت کمکم میکن. دیوونه شدن اینا. آی خدا، دارم دیوونه میشم. این ولم نمیکنه. زندش میره، مردش ولم نمیکنه.
ببین پاشا، برای بار آخر میگم اگه میخوای تو اینجا وایسا. ای بابا این چه وضعیه موسا؟ از بچه ها میخوای بترسی؟ به خودت بیا. خودت میدونی، از من گفتم. بسم الله، بریم. گفتم که پاشا. خیر آقایون، راه گم کردیم. اینجا کی مدیره؟ ما رو ببر پیشش. با من بیا. تا اینجا وایسا. مواظب باش پاشا. خیلی جوان بود، گفته عادت نمی کنم. بعدن چطور تو دل همه جا کرد خودشو. الانم پر کشید و رفت. خیر باشه، کسی مرده؟ آره، جگر گوشه من رفت. پس به خاطر اونه که حلوا درست کردی. از ناراحتی صداشو میشنوم. من حلوای تو رو قرار بود بخورم. نه نمیتونی بخوری عمر آقا، به منم ندادن، ولی تو برو، شاید به تو دادن. وای نمیدونی که چقدر گشنمه، دارم از گشنگی میمیرم. هیچی هم پیدا نمیشه که بخورم. آنا آره آنا. ای بابا، چرا اینجوری نگاه میکنی؟ زندگی پادشاه به اون بزرگی و نجات دادم، بعد یه ظرف غذا نمیتونیم بهم بدی؟ راست میگه. عمر آقا، عمر آقا. ظاهر امر کنید سرورم. خانم معلم کجاست؟ بالاخره آی چی کار میکنی عمر آقا؟ هیچی، فقط میخواستم ببینم خودتی یا نه. خب معلومه که خودمم. خدا خیرت بده، ناراحتمون کردی. تو چشما مشک نموند، مردم. چقدر خاطرخوام زیادم، چقدر نگران شدی. تو تازه پادشاه ببین چقدر ناراحت شد، چقدر قصه خورد تا صبح میشست بالا سرت. واقعا بالا سرم بود. به هر حال الان دیگه خوب شدی، خیالش راحت شد. پادشاه خبر نداره که ای وای. سرورم، من بلند شدم، هیچی تو اتاق نبود که بخورم، برای همین هولولکی رفتم بیرون، نتونستم به شما. خیلی ما رو ترسوندی. بهتری. خیلی، یعنی راستش بهتر از همیشه.
بس دیگه، زیادی گشتی، باید استراحت کنی. از تختتم بلند نمیشی. ولی سرورم واقعا دیروز خوبم. داشتی تو تب میسوختی. خوبه، پس به اندازه کافی استراحت کردم، چیزی نیست. اگه بهت میگم استراحت کنی باید استراحت کنی. باید حرف گوش کنی و بخوابی. یه چیزی بجز این که الان میخوای بهم بگی بگو. هرچی که بخوام. آره؟ هرچی بخوای. یه خواسته دارم. دلم میخواد که پدرمو ببینم. بابا تو دعوت کردیم، وقتی اومد ببینیش. حرفم اینه، تو اطلاعاتی که من میخوام و به هم بده، منم بدون اینکه اینجا رو به هم بریزم میذارم میرم. از اینجا رو به هم نمیزنی ها؟ ولی اینو باید بدونی که همین الان از اینجا زنده بیرون رفتنت به دستور من بستگی داره آقا موسا. توافقمون اینه، تو درخواست منو انجام بده، منم جای زندگی یورگو دیوونه رو بهت میگم. درخواستت چیه؟ قبلا شمشیر رو به این خوشگلی ندیده بودم. فکر میکنم به من خیلی بیاد. چی میگی؟ به هیچ وجه نمیشه. این شمشیر یادگار جنگه. سال هاست از خودم جداش نمیکنم. خود دانی. موسا اگه میخوای شمشیر منو بگیر، شاید به خوبی مال تو هم باشه، ولی خیلی چیز لازم باعثشه. نکرده. ببین، کاریه که شده خودتو ناراحت نکن. قسمت خوب قضیه رو نگاه کن. جای یورگو رو فهمیدیم. پادشاه اگه این فداکاری تو ببینه خیلی خوشحال میشه. خودت که اینو میدونی. در این مورد دیگه صحبت نمی‌کنیم. ببین خواهش میکنم کلمه شمشیر رو به زبون نیار پاشا. باشه موسا، نمیگم شمشیر. آقای ایوانوویچ. نیکولای، من کار دارم، باید زودتر برم. باشه، با هم قدم زنون میریم و گپی میزنیم. درباره چی؟ یه موضوع مهمی هست که باید درباره‌اش صحبت بکنیم. چه موضوعی؟ متوجه نشدم. حالا بهتون میگم. ما باید قول بدیم که به هیچ احد الناس. آخه این چه موضوعیه که نباید به کسی بگم؟ مگه آنا طوری شده؟ اتفاقی افتاده؟ نه، ولی باید اینو به آنا بدیم. باید فقط هم به خودش بدیم، نباید دست هیچ کس دیگه ای بیفته. هممون خوشحال شدیم که شما خوب شدین. خدا دعای ما رو قبول کرد. ممنونم. همین برازنده شاهزاده‌ای مثل توی نه؟ منم میخواستم مثل تو بالای سرت وایسم، ولی اجازه ندادن. اشکال نداره، ولی من حضور تو حس کردم. حتی ناراحتی صالحه هم حس کردم. تو واقعا دوستم داری؟ معلومه که دوستت دارم آنا. نمیدونی چقدر خوشحال شدم وقتی حالت خوب شد. گلفتا، تو خوبی؟ نکنه مشکلی پیش اومده؟ فعلا اینا رو ول کن، بعداً حرف میزنی. باشه، هر جور که تو راحتی. آنا زنده است، حالش هم خوبه. خوبه. پس وقتشه که اشتباهاتشو جبران کنه. چیکار باید بکنه؟ چی تو فکرتونه؟ آنا تو کار من دخالت کرد، زندگی محمود رو نجات داد. خب حالا که این کارو کرد، باید محمود رو بکشه و اشتباهشو جبران کنه.